سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 2 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز. در این برنامه برای روسیه خطرناک حکم اخراج باز 5 مهاجر تاجیک با زپرت به مدت از 20 تا 25 سال. روسیه و کشورهای غرب 24 محبوس را با هم عوض کردند. شکایت به سازمان ملل از تعقیب و حکم زندان بیش از 20 تن از خویشاوندان فعالان سیاسی در تاجیکستان. بجز از آزادی دیگر شکایتی ندارم. زادروز علاکه سیم عبدالله غربتی در زندان. و اکنون تفصیلات خبرها. 50 زاده تاجیکستان که روز 3 ایول نوردن ایرلاینز از باختر به مسکو رفتند ادعا دارند که مقامات روسیه آنها را از 20 تا 25 سال از حق درآمدن به این کشور محروم کردند. این افراد روز 31 ایول سال 2024 گفتند که در فرودگاه شرمیتو هستند و منتظر بازگشت به تاجیکستانند. بنا به عکس‌های فرستاده مسافران آنها روی کرسی نشستند و در همان جا می‌خوابند. یکی از مسافران گفت بعد از تفتیش شناسنامه و تلفن‌هایمان گفتند که شما برای روسیه خطرناک هستید. این مصاحبه ما که به دلیل امنیتی نامش نوشته نمی‌شود گفت مقامات روسیه مسافران نسبتاً کلانسال و دارای شناسنامه روسی را اجازه درآمدن داده اساساً جوانها را برگرداندند. تلفن ما را به حضور خودمان کوفتکوب کردند. سپس نشان دادند که گویا در تلفن من یک نوار مربوط به داعش بازنشر شده است. گفتم که در تلفن من اصلا این نوار نبود. پلیس در پاسپورت من مور اخراج زد، برای 25 سال نقل کرد. و مسافران میگویند به کنسولگری و سفارت تاجیکستان در مسکو تماس گرفته برای حل دشواری مدد خواستند. تلاش‌ها برای تماس با نمایندگان رسمی تاجیکستان در مسکو نتیجه نداد. در کنسولگری نیز به زنگ‌ها پاسخ ندادند. یکی از مسافران روز 1 آگوست گفت ماموران فرودگاه شرمیتو بر اساس یک رویخط آنها را دعوت نموده آب خوراک داده و وعده کردند که به زودی به تاجیکستان می‌فرستند. در 6 ماه سال 2024 از فرودگاه‌های روسیه 3400 شهروند تاجیکستان اخراج و دپورت کرده شدند. این آمار را حبیب الله نظرزاده مدیر آژانسی هوانوردی روز 25 ایول در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه به زبان آورد و سببش را مشکل حجت نامید، نه مسئله سیاسی. بعد از 20 میلیون امسال شکایت مهاجران تاجیک درباره دشوار شدن درآمد به خاک روسیه افزوده است. روز 8 ایول 59 شهروند تاجیکستان را از فرودگاه شرمیتو به شهر باختر بازپس فرستادند. روز 1 آگوست سال 2024 روسیه با آلمان و آمریکا و دیگر کشورهای غرب محبوسان را عوض کرد. تبادل محبوسان در فرودگاه انقره صورت گرفت و 10 نفر از آنجا به مسکو و 4 نفر به آمریکا و 9 نفر به آلمان پرواز کردند. روسیه 16 نفر از جمله سیاستمداران مخالف ایلیا یاشین و ولادیمیر کارامورزا، حامی حقوق الک ارلوف و ژورنالیست نشریه آمریکایی The Wall Street Journal ایون گرشکوویچ و خبرنگار رادیوی آزادی آسو قرمشی و شهروند آمریکا پول ویلن و باز چند تن از فعالان مخالف را رها کرد. کشورهای غرب به نوبت خود 10 شهروند روسیه از جمله ولادیمیر کراسکوف را که در آلمان برای قتل یک چچن تبار زاده گرجستان به حبس عمرباد محکوم شده بود آزاد کرد. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین خودش شخصا در فرودگاه ونوکوو محبوسان آزاد شده را پیشواز گرفت و وعده داد که آنها را با اردنهای دولتی سرفراز خواهند کرد. میخوام به شما برای صداقت به سوگند و قرض خود به وطن اظهار سپاس کنم. وطن شما یگان لحظه شما را فراموش نکرده است و اینک شما به خانه برگشتید، گفت پوتین خطاب به برگشتگان. پرزیدنت آمریکا جو بایدن و نایبش کامالا هاریس نیز آزاد شدگان را شخصا در پایگاه هوایی اندریوس واقع در شهر کمپ سپرینگز ایالات مریلند در 24 کیلومتری جنوب شرقی واشنگتن استقبال گرفت. بایدن گفت در مسئله تبادل زندانیان با پوتین یگان بار صحبت نکرده است. تبادلی که آزادی آنها را تامین کرد یک کارنمای دیپلماتی بود، اظهار داشت بایدن. مشاور پرزیدنت آمریکا در مسائل امنیت ملی جک سالیوان گفت قرار بود در چارچوب این تبادل رهبر مخالفین روسیه الکسی ناوالنی نیز آزاد کرده شود، ولی ناوالنی تا این روز نرسید. او 16 فوریه سال 2024 در محبس روسیه به طور مرموز جان داد. یاران ناوالنی مقامات روسیه را در کشتاری او عیبدار کردند
و گفتند که با قتل نوالنی پرزیدنت پوتین از تبادل ناگزیر او پیشگیری کرد. بنیاد بزرگمیر، یک سازمان حامی حقوق انسان و انجمن مهاجران آسیای مرکزی، یک سازمان مخالف حکومت تاجیکستان، در یک نامه سرکشاده به سازمان‌های بین المللی از جمله به شورای حقوق انسان سازمان ملل، سازمان امنیت و همکاری اروپا، کمیته بین المللی صلیب سرخ و سفارت‌های کشورهای خارجی در تاجیکستان درباره از سوی دادگاه‌های تاجیکستان محکوم به زندان شدن بیش از 20 تن از خویشاوندان فعالان مخالف تاجیک خبر داده، حکومت تاجیکستان را عیبدار کردند که با استفاده از شیوه‌های جزاهای دست جمعانه عهده‌داری‌های بین المللی خود را در مورد رعایت حقوق انسان زیر پا می‌کنند. سازمان‌های مؤلف نامه کرد و بیرون از تاجیکستان در اروپا فعالیت دارند نوشتند وابسته از آن که حکومت و مقامات قدرتی تاجیکستان را همه وقته شدیداً از طرف مخالفین و سازمان‌های بین المللی حفظ حقوق برای پایمال نمودن حقوق انسان تنقید کرده می‌شوند. نقض حقوق و آزادی‌های اساسی انسان در تاجیکستان نه تنها دوام دارد بلکه رشد و تقویت می‌یابد و اینچنین یک عمل عادی و معمولی شده است. مؤلفان تاکید کردند که جوابگری انفرادی یکی از اصل‌های اساسی قانونگذاری جنایتی حساب شده. این نقطه در چندین پیمان بین المللی و همچنین در ماده 7 کودکس جنایتی تاجیکستان ذکر شده است که هیچ کس تحت جوابگری جنایتی قرار گرفتن نمی‌تواند بجز از برای کردار شخصی خود. اما تاکید شده است در نامه حکومت تاجیکستان برای مبارزه به مقابل مخالفین سیاسیش از وسیله‌های گوناگون جزای دست جمعی مثل از کار راندن، منع کردن همه گونه معاملات مالیوی، نبر آمدن از منطقه زیست، منع معاشرت با نزدیکان و روزنامه‌نگاران و بالاتر از این تا حبس نزدیکان مخالفین با پرونده‌های بافته به صورت فراوان استفاده می‌برند. گفته می‌شود در نامه بنیاد بزرگمیر و انجمن مهاجران آسیای مرکزی از جمله قضیه اخیر اصلدین شریپوف برادر شفقت محمد سردبیر کانال اپوزیسیونی پیام تیوی را ذکر کردند که از روسیه به تاجیکستان استرداد گردیده به 12 سال زندان محکوم شد. همین طور عبدالله شمس‌الدین پسر یکی از رهبران حزب فعلا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی شمس‌الدین سعیدوف ذکر شده است که سال 2023 از آلمان به تاجیکستان اخراج گردیده به 7 سال زندان محکوم شد. مؤلفان افزودند که مقامات به دنبال سعیدعمر سعیدوف خواهرزاده شمس‌الدین سعیدوف را برای یک شرح در فیسبوک درباره عبدالله شمس‌الدین بر اساس ماده 307 به 5 سال زندان محکوم کرد. قضیه دیگر ذکر شده شایده محمدجانوف مادر بلاگر شیرزاد محمدجانوف متخلص به عبدالرحمن 09 است که سال 2022 به 6 سال زندان محکوم شد. همین طور مؤلفان به 18 سال محکوم شدن مسلم شیرزمانوف برادر سیاستمدار مخالف علیم شیرزمانوف، زندانی شدن خرسند محمدشایف برادر الفت خانم محمدشایف و چند تن از خویشاوندان گنرال زندانی خولباشوف با جرم دریافت پول از خارجه زندانی شدند. 5 تن از خویشاوندان رهبر فقیه اتحاد مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری در غیبشان محکوم به زندان شدن اوچخان و منیره یعقوبووا مادر و خواهر رئیس انجمن مهاجران آسیای مرکزی الهامجان یعقوبوف و سال 2016 به طور مرموز در سن 43 در نزد گاراژها در محله 18 شهر خوجند یافتن جسد برادر او یعقوبوف فاروق را یادآور شدند. محکوم به زندان شدن مبارز و دلمراد شیرالیف و برادر و پسرعمک فعال مخالفین عبدالمنان شیرالیف در محبس به طور مرموز ففتیدن کمالوف رجبالی و برادر جنت الله کمالوف یکی از رهبران حزب نهضت با جرم لایک و شرح با ماده 307 به 10 سال زندان محکوم شدن بیکمراد خالوف از خویشاوندان فعال سیاسی محمد رجب شوامی از دیگر موردهایی است که بنیاد بزرگمیر و انجمن مهاجران در نامه‌شان به سازمان‌های بین المللی ذکر کردند. آنها از این سازمان‌ها خواستند تا حکومت تاجیکستان را به اجرای بیشون و چرای عهده‌داری‌های بین المللیش و آزاد کردن همه آنهایی که ناعادلانه زندانی شدند وادار کرده به زودترین فرصت از زندان‌های تاجیکستان عیادت کنند و با وضع محبوسان از نزدیک آشنا شوند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم.
عبدالله غربتی روزنامه‌نگار جوان ولی شناخته توجیک که همیشه برای عدالت مبارزه می‌برد و می‌خواست خود را آزاد و برابر حقوق با دیگران حس کند، روز 1 آگوست زادروز داشت. این لکه سیامین زادروز عبدالله غربتی است که او در پس پنجره‌های زندان تجلیل می‌کند. عبدالله 28 ساله شد و به قول پیوندانش در محبس بجز از آزادی دیگر شکایتی ندارد. مبارک قاسم همسر عبدالله غربتی روز 1 آگوست سال 2024 گفت که بار آخر 1 ماه پیش با همسرش خورده است و میگوید که وضع سلامتی و رویه عبدالله خوب است و بجز از آزادی دیگر از چیز شکایت ندارد. گفت همسر عبدالله غربتی یکی از روزنامه‌نگاران جوان و صاحب استعداد تاجیک است که 3 سال پیش در عرصه تجلیل 25 سالگی خویش با احساسات و هیجان گفته بود میخوام خود را آزاد و برابر حقوق با دیگران حس کنم. میخوام در دولت زندگی کنم که آنجا برای عملی نمودن ظرفیت خویش امکان داشته باشد. مهمتر از همه میخوام تاجیکستان من چنین مکان گردد. این سخنان عبدالله غربتی یکی از روزنامه‌نگار جوان و صاحب استعداد تاجیک است که 3 سال پیش در عرصه تجلیل 25 سالگی خویش با احساسات و هیجان گفته بود. اما 1 سال بعد 15 یونیو سال 2022 او بازداشت و بعد چند برای 7.5 سال زندان روانه زندان شد. همکنون 2 سال باز عبدالله غربتی در زندان است. عوضمت غربتوف که با تخلص ایجادی عبدالله غربتی در میدان ژورنالیستیک فعالیت داشت، یکی از جوانترین روزنامه‌نگاران امیدبخش تاجیک معرفی می شود. او تا زمان بازداشتش در رسانه‌های گوناگون جمله در هفته‌نامه پیک و مرکز تحقیقاتی ژورنالیستی تاجیکستان، هفته‌نامه فرج و اگنتی اطلاعاتی آسیا پلیوس فعالیت داشت و بیشتر موضوعهای اجتماعی و حساس را بررسی می نمود. او در مقابل ناعدالتی هیچگاه آرام نمی نشست. درد جامعه را خوب احساس می کرد و برای دوایی آن تمام تلاش خود را انجام می داد. از مکانهای برای جان کس خطرناک گزارش تهیه می کرد، داد مردم را می شنید و به اعتراض آنها گوش می داد. هیچ یک حادثه مهم و هیچ یک مسائل داغ از نظر او دور نمی ماند. واقعیت را می گفت اگر آن تلخ هم باشد. عبدالله غربتی را 2 مرتبه لطکوب کردند. در یک حالت شخص لطکوب کرده پیدا نشد و در حالت دوم چند نفر برای میدان‌باشی جریمه شدند. اما این همه رویه عبدالله را نشکست و او بیشتر وارد میدان ژورنالیستیک میشد. میخواست همه میلان‌های نو ژورنالیستیک را از خود کند. وقتهای آخر عبدالله بیشتر با صورتگیری و تهیه نوار و فیلم‌های کوتاه مشغول بود. حتی یک فیلم مستندی هم تهیه کرد که در آزمون فستیوال‌های داخلی و خارجی صاحب جایزه گردید. آخرین سمتی که عبدالله به آن توجه نمود همکاری با دلیر امامعلی بلاگر تاجیک بود. عبدالله با دلیر هر دو برای یوتیوب کانال دلیر امامعلی از مشکلات اهالی و موضوعهای اجتماعی حساس از جمله روند قبول شهروندان از جانب منصبداران و مانع‌های در این سمت جای داشته و مناسبت کارمندان و منصبداران دولتی نوار تهیه می‌کردند. آخرین نوار آماده کرده عبدالله و دلیر در رابطه با تخریب بنای ساکنان محلی پنشهر نویه شاه منصور تماشابین زیاد پیدا کرد. بعداً برای روشنی انداختن به مسئله، عبدالله با دلیر در روز قبول رئیس نویه شاه منصور به بنای حکومت این نویه آمدند و از روز قبول آن گزارش آماده کردند و در آن گفته میشد که رئیس نویه آنها را قبول نکرد. پس از نشر این ویدیو اول دلیر برای مدت بازداشت و به قول خودش از جانب کارمندان پروکراتور این نویه شپاتی خورد و دیرتر رها گردید. با گذشت چند روز او در راه به شهر کونی‌بادام از جانب کارمندان مقامات کارهای داخلی در نویه عینی بازداشت و به دوشنبه آورده شد. چند پس عبدالله برای شاهدی از جانب شعبه میلیس نویه شاه منصور دعوت گردید و پس از دادن شاهدی وقت ترک بنا با اتهام استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت و تأخیر نماینده حاکمیت بازداشت گردید. دلیر امامعلی بعداً به 10 سال زندان محکوم گردید. عبدالله غربتی پس از بازداشت رسما با گمان اشتراک در اتحادیه اکستریمیستی برای 2 ماه به حبس گرفته شد. خود عبدالله و پیوندانش هیچگاه گناه را اعتراف نکردند. مرافعه دادگاهی عبدالله غربتی در بازداشتگاه موقتی و به طور پوشیده برگزار شد و در دادگاه نویه شاه منصور شهر دوشنبه عبدالله غربتی را به 7.5 سال زندان محکوم کردند. بازم عبدالله غربتی ضمن سخن آخرین خود تاکید نمود که گناهکار نیست و هیچ یکی از گناه اعلان شده را اعتراف نمی کند. مبارک قاسمی همسر عبدالله غربتی می گوید که بعد بازداشت و حبس همسرش از چیز تنقیصی ندارد و تنها نبودن شوهرش او را اذیت می دهد. مبارک قاسمی می گوید بازداشت و حبس عبدالله
نبض زندگیشان را بعد به هم زد که حتی پسرش از شیر مادر محروم شد و او همیشه میترسید که خدای نکرده روزی برای پسرش شیر خریدن نتواند. مبارک قاسم میگوید قضیه‌ای که به سر شوهرش آمد به او قوی بودن، صبر کردن و از خود و شوهر و اویلش دفاع کردن را آموزانید. مبارک قاسمی اولا مادر 2 فرزند مسعود و محبت است و اکنون به تربیت آنها کمر بسته است. همسر عبدالله اینچنین زبان انگلیسی می‌آموزد و با دختر کرت‌های ملی مشغول است. چند وقت باز در رادیو خطلان فعالیت ژورنالیستی دارد. او در 3 ماه 1 مرتبه با عبدالله وا می‌خورد و ما از این واخوری‌ها به او قوت می‌دهند که از زندگی ناامید نشود. مبارک قاسم باور دارد که شوهرش بیگناه است و در نزدیکترین فرصت عدالت تنتنه می‌کند و عبدالله غربتی به آزادی می‌براید. مشزن 25 ساله از تاجیکستان دولت بولتایف شب 1 آگوست سال 2024 که در تاجیکستان الکای 2 آگوست فرا رسیده بود، در دوره چورک نیویی مسابقات بوکس در وزن تا 92 کیلو در بازی‌های تابستانه المپی در پاریس رقیبش از ایرلندیا جیک مارلی را با حساب 4-1 شکست داد و به مرحله نیم نهایی این مسابقات را یافت. دولت بولتایف از این قبل در دوره 8 نهایی گریگوری کوشتاشویلی از گرجستان را شکست داده بود و اکنون روز 4 آگوست در دوره نیمه نهایی با لذیذبک مولاجونوف از ازبکستان وارد رقابت خواهد شد. در صورت پیروزی دولت بولتایف راهش را به سوی عنوان قهرمان المپی و مدال طلایی المپیاد پاریس هموار خواهد کرد. ولی او الکی دست کم مدال برنجی المپی را مال خود کرده است و این مدال الکی دوم تیم المپی تاجیکستان در پاریس خواهد شد. مدال اول را برای تاجیکستان پهلوان تاجیک سامان محمدبیکوف آورد. سامان در مسابقات گشتین جودو در وزن تا 81 کیلو سزاوار جای 3 و مدال برنجی شد. دولت بولتایف 13 ینور سال 1999 در شهر دوشنبه به دنیا آمده است. بعد مشق نفوی مختلف ورزش‌های محاربوی، دولت بولتایف بالاخره رو به مشتنی آورد و آینده کریر ورزشش را به همین نوع ورزش پایبند کرد. دولت بولتایف بار اول در عرصه بین المللی از خود به گونه جدی سال 2022 در پی به دست آوردن عنوان قهرمان بوکس آسیا در بین جوانان سنشان تا 22 درک داد. او ماه سال 2023 در چمپیونات بوکس جهانی تا دوره چورک نیویی رسید و ماه اکتبر سال 2023 در بازی‌های آسیا در خطای صاحب جای اول و عنوان قهرمان در وزن تا 92 کیلو گردید. از این بین ورزشگران تاجیک یکی از نخستین‌ها شده راحت به المپیاد پاریس را به دست آورد. دولت بولتایف سال 2021 در میدان بوکس کسبی نیز هنرنمایی میکند و تا امروز 4 مرتبه وارد میدان بوکس کسبی شده همه 4 رقابتش را برده است و یگان بار شکست نخورده است. کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان با تکیه به معلومات هواشناسی خبر می‌دهد که از 2 تا 5 آگوست سال 2024 بنابر بلند شدن حرارت هوا در حوزه‌های دریاهای زرافشان، پنج و وخش بالوروی سطح آب پیش بینی می شود. همزمان آب شدن پیریخ‌ها بر اثر گرمای شدید می تواند با آمدن سیل‌ها در یک قطار نویه‌های توبه جمهوری، ولایت سغد و نواحی توبه جمهوری و غرب ولایت مختار کوهستان بدخشان شود. در این رابطه کمیته به اهالی مراجعت می نماید که احتیاط کنند. برای پیشگیری از عاقبت‌های سیل، جو و کانال‌های نزد خانه خود را سر وقت از هر گونه خس و خسپاره‌ها تازه کنند. در این روزها نباید به غنجین ایزم، شکار و ماهیداری روند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده به رانندگان و دوستداران توریسم کوهی، افت و موتو و ولوسیپدرانی خاطررسان می‌کند که هنگام حرکت در مناطق کوهی قاعده‌های بی‌خطری اینچنین فاصله مقرر شده حرکت را قطعاً رعایت کنند. کمیته حالت‌های فوق‌العاده قبلا هشدار داده بود که گرمای شدید و آب و هوای خشک در تاجیکستان دست کم تا 5 آگوست پابرجا میماند. ساکنان تاجیکستان اینک چند هفته باز از گرمای طاقت فرسا رنج میبرند. ساکنان میگویند این گرما در حالی است که در برخی ناحیه‌ها در دوام روز انتقال نیروی برق قطع کرده می شود و آنها نمیتوانند از یخدان و کندیسنر استفاده برند. بی‌برقی مشکل مردم را در شرایط گرمای شدید باز هم شدیدتر کرده است. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش‌های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نمایید. www.bomdod.com. خوش باشید.